اگه هنوز فکر میکنی هایمن همون پرده بکارته، این ویدیو برای توه، چون واقعیت یه چیز دیگه است. همیشه به ما گفتن هایمن یه پرده است که قراره تو اولین رابطه جنسی این پرده پاره بشه و با درد و خونریزی خیلی زیاد هم همراهه. ولی در واقع هایمن تو قسمت ورودی واژن یک مقدار جلوتر به شکل یک حلقه نرم هستش که تازه هر ماه خون قاعدگی هم ازش خارج میشه. پس بهتره به جای پرده بکارت بهش بگیم حلقه بکارت. این حلقه بکارت انواع مختلف داره: حلقوی، دنده‌ای، تیغه‌ای و غربالی و شکلش توی افراد مختلف متفاوته و این اصلا نشونه پاکی یا ناپاکی در شما نیستش. اگه به خاطر اینکه فکر میکنی این پرده قرار پاره بشه و با درد و خونریزی خیلی زیاد همراهه و همین باعث شده که ترس از دخول رو داشته باشی، باید بهت بگم که اصلا نگران نباش، قرار نیست همچین اتفاقی بیفته. اگه بازم سوالی در مورد حلقه بکارت داری، میتونی کلمه بکارت رو برام بفرستی تا برات کامل در موردش توضیح بدم.